فقه میسر، فقه آسان بیان که ما الکی بابی طهارت و مسائل آن را گرفتیم. نماز را و قسمهای نماز را، شرطها و رکنها و سنتها و واجبات و هر چیزی که متعلق بر نماز است را به اتمام رساندیم. نمازهای گوناگون، نماز جمعه، نمازهای 5 وقته، نماز استسقا، نماز کسوف، خسوف، نماز مسافر و نماز بیمار، هر قسمت نمازی که بود ما الکی با همراهی شمایان الحمدلله گرفتیم. میتواند در آنجا پیدا کرده و از آن استفاده برید. اما امروز با بسم الله الرحمن الرحیم، با الحمدلله رب العالمین، با سپاس و ستایش که او سبحانه و تعالی شایسته سپاس و ستایش است و از درگاه الله سبحانه و تعالی کمک و یاری و آمرزش میطلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و از کارهای ناشایسته امان. و به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نیست که او را گمراه بسازد و هر کسی که راه گمراهی را انتخاب نماید هیچ یاری دهنده ای ندارد. و میگویم که ای پروردگار، ما هیچ دانش نداریم جز آنچه که تو بر ما تعلیم میدی، تو بر ما آموخته ای. ای الله، ما را علم سودمند بیاموز و علم ما را بیشتر بگردان. اما بعد، درس امروزه ما با همراهی شمایان از این کتاب مبارک، از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان، در قسمت سوم این زکات است. کتاب زکات، ثالثا کتاب الزکات میگوید. باب سوم در بیان کتاب زکات و یشتمل علی 6 ابواب. و کتاب زکات دارای 6 باب است، عبارت از 6 باب است. الباب الاول، باب اول، فی مقدمات الزکات و فیه مسائل. باب اول درباره مقدمه های زکات که در آن مسئله های است. در باب زکات مسئله های است. المسئله الاولى، مسئله اول، فی تعریف الزکات. مسئله اول در بیان تعریف الزکات. زکات چی است؟ الزکات فی اللغه، زکات در لغت به معنای افزایش و زیاده شوی می آید. به معنای افزایش و زیاده شوی می آید. میگویند زرع رشد کرد، یعنی زیاده شد، بیشتر شد. و در اصطلاح شریعت باشد زکات عبارت عن الحق یجب فی المال الذی بلغ نصابا. و در اصطلاح زکات حق است که از مالی که یک مقداری معین نصاب رسیده است، مالی که به مقداری معین به نصاب رسیده است، با شرایط مخصوص برگردانده می شود، برآورده می شود و با گروه های مخصوص، با شخصیت ها و گروه های مخصوص این زکات مال داده می شود. و زکات پاک کننده شخص و پاک سازنده نفس است. چنان که الله سبحانه و تعالی میفرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. و از اموال آنها صدقه بگیر، از مالهای آنها صدقه بگیر تا آنها را با واسطه آن صدقه که میگیری پاک گردانی و تربیت نمایی. سوره توبه آیه 103. این چنین زکات باعث محبت و اتفاق بین مسلمانان میگردد. زکات باعث محبت بین مردم، بین فقیران و بزرگمندان و اتحاد بین ملت و مسلمان ها میگردد. نوبسته از ملت که مسلمان باشند بین آنها اتفاق و همپارچه‌ای میشود. المسأله الثانیه، مسئله دوم، حکم الزکات و دلیل ذلك. حکم الزکات و دلیل های آن. زکات یک فرض، یک رکن از ارکان اسلام است و آن بعد از نماز مهمترین رکن است. بعد از نماز مهمترین رکن از ارکان اسلام است. چگونه که الله میفرماید: و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. نماز را برپای دارید و زکات را ادا نمایید. سوره بقره آیه 43. و الله میفرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. و از اموال آنها صدقه بگیر تا آنها را به آن پاک گردانی. سوره توبه آیه 103. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند: بنی الاسلام علی 5. اسلام بر 5 چیز بنا شده است. پایه اسلام 5 چیز است: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین پایه اسلام، محکمترین و مستحکمترین، این شهادت به لا اله الا الله است و محمد رسول الله. این اساس اسلام است. و برپا داشتن نماز سپس بدون اینکه اسلام نیست. و دادن زکات و حج خانه الله
اگر توانایی آن را داشته باشد و روزه ماه شریف رمضان داشتن. این حدیث رو بخاری و مسلم روایت کرده هستند. و همچنین در وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ بن جبل رضی الله عنه وقتی که او را به سوی یمن فرستانید و فرمود ادعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله، آن مردم را بر شهادت و لا اله الا الله دعوت نما و اینی رسول الله و این که من رسولی بر حق الله هستم. فانهم اطاعوک لذلك، اگر آنها در این دو شهادت اگر تو را پیروی کردن، پذیرفتن و قبول کردن، فاعلمهم، پس بر آنها بیاموز، تعلیم بده، ان الله افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله، این که الله سبحانه و تعالی در یک شبانه روز برای آنها 5 وقت نماز را فرض قرار داد. او فانهم اطاعوک لذلك، اگر آنها در این استرو پیروی کردن، اتفاقی کردن، فاعلیهم ان الله افترض علیهم صدقه فی اموالهم، پس بر آنها بیامرز، تعلیم بده که الله صدقه را از مال آنها جدا کرده است. تؤخذ من اغنیائهم، که از این صدقه مال، این زکات مال از ثروتمندان گرفته می شود، و ترد علی فقرائهم، و بر فقیران آن محل، آن شهر دیه داده می شود. روایت بخاری و مسلم. پس امت اسلامی در تمام زمانها بر فرض بودن زکات اتفاق نظر دارند و صحابگان کرام بر ضد آن کسانی که زکات مال را رد کردن و پرداخت نکردن جنگیدند رضی الله عنهم. همین طور فرض بودن زکات با قرآن، دلیلی که بیان کردیم از قرآن و از سنت که بیان کردیم و اجماع، یعنی اتفاق صحابگان و علماها ثابت است. بارک الله فیکم. المسأله الثالثه، مسئله سوم، حکم من انکرها. مسئله سوم، حکمی کسانی که زکات مال را انکار میکنند، پرداخت زکات را انکار میکنند. کسی که زکات را با سبب نادانی رد کند، مثل شخصی که نو مسلمان شده است یا در بیابان دور زندگی میکند، بر او حقیقت دین اسلام نرسیده است یا با او حقیقت فهمیده نشده است، بر او حکم بر کفر کرده نمی شود، بلکه بر وی چیز حکم اسلام داده می شود، زیرا که وی عذر دارد. اما شخصی که در بین مسلمانان با اهل علم زندگی می کند، در بین مسلمانان زندگی دارد و زکات مال را انکار نماید، کافر شمرده می شود و حکم مرتد را می گیرد. و بر این شخصی که در بین مسلمانان زندگی دارد و حکم زکات مال را پرداخت کردنش را رد می نماید، بر او 3 روز مهلت داده می شود. اگر توبه کند قبول کرده می شود و پذیرفته می شود، اگر توبه نکرد و سرکشی کرد سپس کشته می شود. زیرا این کار کردن چنین فرضیت روشن مثل این کار کردن قرآن و سنت است و کفر شمرده می شود. المسأله الرابعه، مسئله چهارم، حکم مانعها بخلا. مسئله چهارم، حکم کسی که زکات را از حساب بخیلیش، خسیسیش پرداخت نمی کند. یک انسان مال دارد، مالش به زکات رسیده است، ولی که به خاطر بخیلی و خسیسی نه این کار رد میکند و زکات مال را پرداخت نمی نماید. چه حکم دارد؟ کسی که زکات را به خاطر خسیسی و بخیلیش با وجود اعتراف کردنش به فرضیت آن پرداخت نکند، بر وی انسان فاسق گفته می شود. شخصی فاسق است ولی کافر نیست، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم یرا سبیله اما الی جنه اما الی النار، سپس راهی وی را، سبیل وی را یا به سوی بهشت یا که به سوی دوزخ میبینند. روایت مسلم را تحت رقم 987. اگر کافر می بود پیامبر الله نمیگفت راهش را به سوی بهشت، اختیار میگذارد، این را در اختیار گذاشت، در اختیار الله گذاشت که پس یا که مسیرش به سوی بهشت میشه که مسیرش به سوی جهنم میشود. پس اگر کافر می بود پرداخت نکننده زکات از روی بخل، از روی بخیلی، پس برای نمیگفت که مسیرش به سوی بهشت است. از چنین شخص به زور زکات گرفته می شود و اگر مقاومت کند، زورآوری نشان بدهد، به او جنگید، به او می باید جنگید تا اطاعت کند، چنانکه الله می فرماید فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. اگر توبه کردند و نماز را برپای داشتند و زکات مال را پرداخت کردند، پس آنها را رها کن، آنها را به حال خودشان بگذار. سوره توبه آیه 5. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که امرت ان اقاتل الناس حتی اشهدوا ان لا اله الا الله. به من فرمان داده شده است، فرمان از جانب الله بر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم، که با مردم جنگ کنم، با مردم بجنگم تا اینکه شهادت به لا اله الا الله بدهند و ان محمد رسول الله، و گواهی بدهند که محمد رسول الله است، بر حق است، و یقیم الصلاة، و نماز را بر پای بدارند، و یؤتوا الزکات، و زکات مال را پرداخت نمایند. فاذا فعلوا ذلك، اگر این کار را انجام دادند، فعصموا مني دماءهم و اموالهم،
پس خونهای آنها، مالهای آنها چیز در سلامت میماند. الا بحق الاسلام، مگر به حق اسلام که حساب آنها بر الله سبحانه و تعالی واگذار کرده می شود. و گفته ابوبکر صدیق رضی الله عنه که بخاری تحت رقم 2946 و مسلم تحت رقم 21 ذکر می نماید: لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه الى رسول صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم علیها. اگر آنها حتی یک بوز بچه رو، یعنی که یک بوزیچه رو، اگر آنها حتی یک بوزیچه رو که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به حیث زکات پرداخت میکردن، اگر امروز مانع شوند و پرداخت نکنم، من با آنها میجنگم. گفتن ابوبکر صدیق رضی الله عنه. همه صحابگان در این فکر با ابوبکر صدیق هم فکر بودند و مخالفتی نکردند. پس این دلالت بر واجب بودن او نماید در این هنگام. بارک الله فیکم، الله خیرتان دهد. پس مسئله پنجم، المسئله الخامسه فی الاموال التي تجب فيها زکات، درباره مالهایی که زکات بر آنها واجب است. مالهایی که کدام مالهایی است که بر آنها زکات واجب است؟ زکات بر 5 نوع مال واجب است، یعنی از 5 نوع مال زکات پرداخت کردن این امری واجب است، امری لازم و حتمی است. اول چروای اهلی، بهیمه الانعام میگویند، چروای اهلی. و چروای اهلی عبارت است از شتور، گاو، گوسپند یا بوز. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند: ما من صاحب الابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زکاتها الا جاء یوم القیامة اعظم ما كانت و میگه اسمنه تنطحه بقرونها. و هیچ صاحب شتور، گاو یا گوسپند نیست که زکاتش رو پرداخت نکرده است، مگر اینکه روز قیامت آن حیوانها در بزرگترین و فربهترین حالتشان آمده، بزرگ میشوند و فربه میشوند و نزد صاحبشان میآیند، با شاخهایشان او را میزنند و با پایهایشان او را پایمال میکنند. کسی که زکات مال چارواها را اگر ندهد در روز قیامت احوالش این میشود. و هرگاه میفرماید پیامبر که یک تا اش رفت، دیگرش میآید و پی در پی هم این کار تکرار شدن میگیرد تا اینکه بین مردم قضاوت شود. در روز قیامت کسانی که زکات چاروا را نمیدهند حالشان این است که آن چارواها با شکل بزرگ و عظیم قرار میگیرند و این صاحبانشان را پایمال میکنند تا آن وقتی که بین مردم قضاوت شروع شود که آن روز 50,000 سال است. راوی این حدیث ابی هریره است در روایت مسلم تحت رقم 987. دو نقد، طلا و نقره. قسمت دوم از 5 نوع گفتیم زکات مال پرداخت کردن بشه. چاروایان دوم طلا و نقره، این چنین پولهای کاغذی معاملوی امروزها که در بین مردم منتشر شده است، هر نوع پولی که باشد، هر نوع کاغذی که مالیوی هست، از وای زکات مال پرداخت کردن می شود. الله می فرماید: والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. آنهایی که طلا و نقره را ذخیره میکنند و آنها که در راه الله سبحانه و تعالی آن را صرف نمیکنند، آنها را با عذاب دردناک مژده بده. عذاب دردناک آنها را با مژده بده. سوره توبه آیت 34. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمود: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدى منها حقها الا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من النار. هیچ صاحب طلا و نقره نیست یا که هر کسی که طلا و نقره داشته باشد در حق آنها زکات را پرداخت نکند، زکات را نمیدهد، در روز قیامت آنها این زیر و زور با آتش تبدیل می شوند و مثل تخت برایش ساخته می شوند و گرم کرده می شوند و در تنه او جوخیده می شود. بر پهلوی او، بر پیش او، بر پشت او، به هر طرف او. با این چیز وای انسانی که زکات این طلا و نقره را پرداخت نکرده بود سوزانده می شود و هر وقتی که وای سرد می شود باز گرم کرده می شود دوباره. که روز قیامت بسیار روز دراز است، چگونه که پیامبر فرمودند در روز خیلی درازه که به اندازه 50,000 سال است. این گونه عذاب بر کسانی که طلا و نقره را پرداخت زکات مال نمیدهند از اینها، پس برای آنها این گونه عذاب است. روایت ابی هریره تحت رقم 987. سپس قسمت سوم مالهای تجارتی، از اینها هم زکات مال است. یعنی هر چیزی که برای فروش و خرید، برای خرید فروش با هدف فایده به دست آوردن باشد، از وی زکات مال است. الله میفرماید: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم
ای کسانی که ایمان آورده اید از مالهای خوبی که به دست آورده اید صدقه بدهید. سوره بقره آیت 267. اکثر علما این آیت رو دلیل برای زکات مالهای تجارتی بیان کردند. چهارم، زکات زراعت و میوه ها. زکات زراعت ها و میوه ها. زراعت هر نوع دانه، هر نوع غله‌ای که نگهداری می شود و همچنین غذا استعمال کرده می شود، مانند گندم، جو و غیره. و میوه ها باشد مخصوصا خرما و مویز. و دلیل آن الله فرمود و مما اخرجنا لكم من الارض، و آنچه که از زمین برای شما بیرون آوردیم صدقه دهید. آن چیزی که از زمین برای شما بیرون آوردیم صدقه دهید. و نیز فرمود و آتوا حقه یوم حصاده، حق آن را هنگامی که برداشته می شود، روز برداشتن آن حق آن را پرداخت نمایید. سوره انعام آیت 141. و همچنین در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم قوله در آنچه که از باران و چشمه ها آب می گیرد، آن زمینی که از آب باران و که آب چشمه ها آبیاری می شود، یعنی به مشقت آبیاری می شود، 10 است. از 10 یک حصه زکات مال داده می شود. و در آنچه که با آبدیهی با زحمت آبیاری کرده می شود و آب داده می شود، مانند با شترها آب کرده می شود، نیم ده یک زکات پرداخت کرده می شود. این روایت ابن عمر تحت رقم 1483. و همچنین قسمت پنجم از آن مالهایی که زکات مال پرداخت کرده می شود، معدنها، گنجهای قدیم، ریکاز میگویند. معدنها هر چیزی که از زمین بیرون می شود و ارزش داشته باشد، مانند طلا، نقره، میس و غیره. و ریکاز باشد گنجهای دفن شده از زمان جاهلیت پیش از اسلام است. و دلیلی که از این معدن ها، از طلا، نقره، میس، هر آهن، هر چیزی که از زمین قیمت به یافته می شود زکات است، و یا که ریکاز گنج های دفن شده زمان جاهلیت، دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید و انفقوا من الطیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، صدقه دهید از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده اید و از آنچه که از زمین برای شما بیرون آورده ایم. سوره بقره 267. و امام قرطبی میگوید که این آیه کریمه در بیان آن چیزی که از معدن ها، از ریکاز، از طلا و نقره های دفن شده زمان جاهلیت هستند، از اینها پرداخت زکات مال کرده می شود. و رسول الله فرمودند و فی ریکازی خمسون گفتند، در ریکاز از 5 یک حصه است. از 5 یک حصه است. روایت ابی هریره از بخاری تحت رقم 1499 و مسلم تحت رقم 1710 روایت کردند. پس امت اسلامی بر فرض بودن زکات در معدن ها اتفاق دارند. در معدن ها اتفاقی نظر دارند. المساله السادسه، مساله ششم، فی حکمت من الایجاب الزکات و علی من تجب و شروط وجوبها. درباره حکمت در بیان زکات و شرط های زکات و واجبات زکات. اولا حکمت و فایده های فرض شدن زکات مال. زکات با حکمت های بزرگ و اهداف عالی فرض شده است و حکمت های آن بسیارند، از جمله پاکسازی مال و افزایش مال، آمدن برکت در آن مال و محافظت مال از آفتها و فسادها. بینگره چگونه فایده های عظیم دارد. دوم، پاک کردن شخصی که زکات میدهد از بخل، از خسیسی، از بخیلی. اینچنین پاکسازی از گناهان و مشق دادن بدن او برای بخشش و صدقه دهی در راه الله سبحانه و تعالی. و دیگر از فایده ها یاری فقیران و تأمین کردن نیازمندان و محتاجان و بینوایان. و همچنین دیگر از فایده ها ایجاد همدلی، همکاری و محبت بین مردم. وقتی شخصی ثروتمند زکات مالش را به شخصی فقیر میدهد، کینه و حسد و بغض از او ممکن است که دور شود، از او دور می شود و دل فقیر پاکیزه می گردد. دیگر نسبت آن مالی که ثروتمندان دارند حسد نمی خورد و چشم نمی بیند. همه این از بین می رود و جامعه با امنیت پر می شود. همگی خوشحال و خرسند میمانند. و همچنین زکات مال پرداخت کردن یک شکر نعمت الهی است. شکر نعمت الهی، آن مال الله عطا کرده است، آن را بر فقیران و بیچارگان نمایان پرداخت کردن. و زکات نشان دهنده ایمان راستین شخص است، زیرا شخص چیزی را میبخشد که دوستش می‌دارد و مثل مار برای رضا و محبت بیشتری بر پروردگار، از این رو بر آن صدقه میگوید، صدقه میدهد. یعنی نشان صدق و اخلاص بنده به پروردگارش است. نشان صدق و اخلاص بنده بر پروردگارش است این زکات مال پرداخت کردن.
و زکات باعث می شود که رضایت پروردگار و نازل شدن برکت ها و پاکسازی گناهان باشد. دوم، زکات بر کی فرض می شود و شرط های فرض شدنش. زکات بر کسی فرض می شود که در او شرط های زیرین وجود داشته باشد. اولا اسلام از کافر پذیرفته نمی شود، زیرا زکات یک عبادت مالی است که تنها از شخص پاک مسلمان پذیرفته می شود، به درگاه الله قبول می گردد. و کافر باشد عبادتش سود برای او نمی بخشد. وقتی که اسلام را نپذیرفت و قبول نکرد، الله می فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله. آنها را از دادن صدقه من نکرد مگر برای آن که به الله و پیامبرش کافر شدند. سوره توبه آیه 54. پس سبب نپذیرفتن زکات آنها، صدقات آنها، این ایمان به الله و رسول الله نداشتنشان است. یعنی چون صدقه آنها قبول نمی شود، پس ضرورت بر فرض داشتن آنم نیست. ابوبکر صدیق رضی الله عنه: هذه فریضه صدقه التي فرضها رسول صلی الله علیه و سلم. این از فریضه صدقه که پیامبر الله آن را بر مسلمانان علی المسلمین بر مسلمانان فرض قرار داد. روایت بخاری تحت رقم 1454. اما با وجود این کافر در روز قیامت برای این پرداخت نکردن زکاتش با حساب می شود بر اساس آن عقیده درسته که بیان شده است. اگر زکات مالش را پرداخت کرد از او پذیرفته نمی شود، چون تنها از نفس مؤمن قبول می گردد. علاوه بر این با این کفرش و بر این پرداخت نکردن زکاتش همچنین محاسبه می شود، چون کافر بر تمام فرض‌هایی که شریعت فرض کرده است مکلف است. دوم، آزادی. زکات بر غلام فرض نیست، بر بردگان زکات مال فرض نیست، زیرا غلام مالی ندارد و خود برده است و هر چی دارد و مالک صاحبش است، پس زکات مال او برگردن صاحبش است. سوم، داشتن نصاب با مالکیت کامل و استوار. داشتن نصاب، هم مالی که به نصاب رسیده است مالک کامل آن باشی. یعنی شخص باید مقداری معین مال، همون نصابی را که داشته باشد، از آن پرداخت زکات نماید. یعنی که مال خودی آن شخص باشد، نه موقتا، و از نیازهای ضروری خالی باشد، مانند خورد و خوراک و لباس و مسکن. زیرا زکات مال برای همدردی به فقیران است. برای همین زکات تنها از مال کسی گرفته می شود که از لحاظ مالی توانا باشد، یعنی زکات وی به نصاب رسیده باشد. چون پیامبر الله فرمودند: لیس فیما دون خمسة اوسق صدقه. در کمترین از 5 اوسق وسق، اندازه از دان است، دانگی ها، زکات نیست. و لیس فیما دون 5 ذودین صدقه. در زیر 5 سرشتر صدقه نیست. از 5 شتر کم باشد صدقه نیست. و لیس فیما دون 5 اواق صدقه. و در زیر 5 اواق اندازه از نقره هست، اندازه چینک نقره هست، نیز صدقه ای نیست. روایت بخاری و مسلم از حدیث ابو سعید. و 5 اوسق 5 وسق، اگر با واحد چینک بگیریم، چینک دانگی ها، یک وسق تقریبا 60 سا است، اندازه 60 سا، و 5 وسق باشد 300 سا می شود. این نسبت زکات زراعت دانگی ها است. و 5 زود 5 سر، زود سر رو میگویم، 5 سر جمع است، معنای شتر است. یعنی که از 5 شتر کم زکاتی نیست، اقل اون باید 5 شتر انسان داشته باشد که هم این رو بیان می‌نماید. و 5 اواق که در اینجا ذکر نمود، واحد چینک وزن برای نقره هست، یا که طلا و نقره، که اینها رو هم بیان خواهیم کرد. پس چهارم، گذشتن 1 سال، حول میگویند. همون مالی که داره در دست 1 سال ایستاده باشد. یعنی همون مال باید 1 سال پوره در دست مالکش باشد. 1 سالی تقویم هجری، نه شمسی، نه میلادی، هجری اسلامی. پیامبر فرمودند که لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول. در مالی که وقتی که بر 1 سال پوره نشده است زکاتی نیست. روایت ابن ماجه و دیگران. و البانی این حدیث رو در الواء الغلیل در مجلد سوم تحت رقم 254 و 787 صحیح شمردند. اما این شرط های ذکر شده تنها به این مال ها دخل دارد. چاروای اهلی، گاو، گوسپند، بز، شتر، طلا و نقره و مال های تجارتی بر همین 3 قسمت دخالت دارد.
اما در زراعت باشد، اگر میوگی باشد، اگر معدن باشد و ریکز، گنجینه هایی که از زمان جاهلیت دفن شده است، معدن، طلا و نقره که از زمین انسان مییابد، یا که آهن، میز، هر چیزی باشد، در اینها یک سال شرط نیست، در اینها یک سال بودن شرط نیست، زیرا الله میفرماید و آتوا حقه یوم حصاده، حق آن را روزی که شما آن را برداشت میکنید بدهید. سوره انعام آیه 341. پس معدن و ریکز نیز مثل زراعت مالهایی هستند که مستقیم از زمین هنگامی که یافت کرده میشود از آن زکات مال پرداخت کرده میشود. المسأله السابعه، مسئله هفتم، فی اقسامها، در بیان قسم‌های زکات. زکات در اصل دو قسم است، زکات مال است و زکات جسم است، بدن است. زکات مال این زکات است که از مال، از دارایی وابسته است، به دارایی وابسته است، مثل طلا، نقره، چاروا، مالهای تجارتی و غیره. اما زکات جسم، بدن باشد، این زکات است که به بدن انسان وابسته است، و مثل زکات فیتر که در آخر ماه رمضان پیش از عید پرداخت کرده می شود. المسألة السابعة، مسئله هفتم، زکات قرض. زکات قرض. قرض اگر به گردن شخصی محتاج که نمیتواند برگرداند آن قرض را باشد، صاحب قرض، شخصی که قرض داده است، وقتی که آن را به دست می آورد تنها برای 1 سال زکات می دهد و بس، یعنی همان سالی که قرض را می گیرد. اما اگر شخص ثروتمند دارا باشد، توانا باشد، پس صاحب قرض باید هر سال زکات مالش را پرداخت بدهد، زیرا قرض مثل آن است که مالش نزد خودش است.